جنگ شناختی امروز دقیقاً نقطه اصلی هدفش شخصیت و جایگاه ولیه. این شخص جزو معدود فقهای تاریخ تشیعه که نه کارهاشو کنار گذاشته نه در علم عقب افتاده. این یک نبوغ فکری میخواد. آقای میلانی جزو مراجع سختگیر در هم مباحث فقهی بود هم کلامی، خیلی راحت اجازه نقل حدیث نمیدادن. آقا تو 19 سالگی ازشون اجازه کتبی نقل حدیث داره. خیلی درس فقه گفتن کار سختی نیست، اما درس اصول گفتن به شدت سخت. در 25 سالگی آقا در مشهد کرسی تدریس رسائل و مکاسب و کفایه داشته، اما آقا به احترام مراجع و امام درس خارج رو آغاز نمی‌کنن. از 51 سالگی یعنی از بعد از رحلت امام آقا شروع میکنن به گفتن درس خارج. در قدرت علمی ایشون همینقدر بس که وقتی شهید مطهری به شهادت رسید اومدن خدمت امام عرض کردن که آقا ما بعد از شهید مطهری به کی مراجعه کنیم؟ فرمودن برید سراغ آقا سیدعلی. آقا در قبل از انقلاب 7 جلد کتاب رو تألیف کردن، 5 کتاب رو ترجمه کردن، تا به امروز هم 57 جلد کتاب از آرا و اندیشه‌های ایشون فقط چاپ شده. شما میدونید الان علم پزشکی ما و علم ژنتیک ما بار فقهیش رو دوش فتاوای مقام معظم رهبری، جزء معدود شخصیت‌هایی است که فتاوای پزشکی ایشون ابواب پیشرفت پزشکی رو در جهان اسلام باز کرده و ایران رو تبدیل به قطب پزشکی کرده، مخصوصا در مسئله ژنتیک. مرحوم شهید آشتیانی که بنیانگذار این سلول‌های بنیادی و مؤسس رویان هستند، در دولت اصلاحات میره پیش رئیس جمهور وقت و مسئله ژنتیک و وابسته سلول‌های بنیادی رو مطرح میکنه. رئیس جمهور وقت اهمیت نمیده، پا میشه میاد پیش آقا تو همون اول کار به ایشون کمک مالی میکنه و میگه من شخصا از تو حمایت میکنم. ما رفتیم شاه خامنه ایشون گفتیم آقا پول کم داریم سال 60. آدم این همه راه رو میگه چقدر؟ گفتیم 7 میلیون. اون بدید بهشون. اینا هر پول گذردی ولی واقعا 7 میلیون کم داشتیم. کو 7 میلیون میلیون. بحث مطالعه ایشون از آقای حداد عادل یک گزارش سال 80 هست. سال 80 ایشون میگه حضرت آقا یک کتابخانه‌ای دارن با 30,000 جلد کتاب. الان که 20 سال از اون دوران گذشته، 20 و چند سال، 24 سال گذشته، شاید نزدیک به 40,000 جلد کتاب. بعد آقای حداد میگه من کتابی را در کتابخانه ایشان ندیدم که در حاشیه آن چیزی نوشته نشده باشد. 2700 عنوان رمان خارجی آقا خوندن. آقا تقریبا 9 تا سرفصل مطالعاتی دارم، من فقط میخونم تمام. یکی در حوزه فقه و اصول و معارف اسلامی، ادبیات و شعر. خب میدونید ایشون شاعرن، از لجنه ها و حلقه های شعری قدیم مشهد آقا جزو اعضای اصلی اون بودن. سوم ادبیات داستانی ایران و ادبیات داستانی خارجی. بعد جالب آقا میفرماد من خیلی رمان خواندم اما بینوایان ویکتور هوگو یک معجزه است. آثار روشنفکران دوران معاصر 4 سرفصل مطالعاتی آقاست. نوشته‌های جلال رو میخونه. تاریخ اسلام و جهان و منطقه، جزو تاریخ شناس‌ترین آدم‌های معاصر ما ایشونه. شما نگاه ایشون به تاریخ اهل بیت که در این انسان 250 ساله بخشاش اومده که تقریبا در بین کتاب‌هایی که در مورد اهل بیت نوشته شده این کتاب ویژه‌ای از حیث تحلیل. تاریخ شفاهی ایران و دفاع مقدس، هم تاریخ انقلاب اسلامی، هم آقا روی 45 کتاب حوزه دفاع مقدس فقط تقریض نوشتن تا حالا. تقریض میدونید یعنی نظریه‌شون در مورد این کتاب نوشتن. این تقریضایی است که از آقا منتشر شده از کتاب‌های دفاع مقدس. در حوزه علوم سیاسی، در حوزه علمی و اسلامی و مطالعات مرتبط با سیره و فلسفه خیلی آقا مفصل تو این قصه است و مجلات گوناگون علمی و فرهنگی و پژوهشی که آقای حداد میگه یه وقتی من خدمت آقا رسیدم یک مجله علمی رو به آقا دادم، جمعی از مقالات در یک بخشی در حوزه فلسفه بود. میگم من 2 هفته بعد خدمت آقا رفتم، گفتم آقا مجله رو تبرک کرد، گفت من همه مقالاتشو خوندم، مقاله شما رو هم دیدم، مقاله آقای فلانی رو هم دیدم، این چند تا نکته در مورد مقاله شماست. میگم من همونجوری موندم، گفتم آقا من خودم تو این مجله مقاله دارم، فرصت نکردم کلشو بخونم. توجه ایشون به مسئله مطالعه و کتاب خواندن. آقا زیاد خواندن زیاد دانستن میاره. نباشه اینجور که خدای نکرد ما جزو اون کسانی باشیم که بعد از اینکه گوهری رو از دست میدیم تازه بشینیم بگیم خب ایشون کی بود. مذاکرات شاه رو با علم، این خاطره ها رو شما که متاسفانه کتاب خیلی اهل کتاب نیستید شما. بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم، دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید. من یکی از کتابای این جبران خلیل جبران رو در سال 39 یه قسمتش ترجمه کردم. 39 الانم دارم، همون ورقایی که اون وقت ترجمه کردم رو دارم. دمعتون و ابتسامه، یعنی اشکی و لبخندی.